دوستان ارجمند، عین حال ما در نزدی بازار فراوان شهر باختر قرار داریم. ساعت 22:52 است. ما شاهد آن هستیم که در این بازار سوختاری کلان روی داده است. ماشین های آتش نشانی آمده و مشغول کار هستند، اما شهروندان زیادی را هم در اطراف بازار میبینیم که بسیار خطرناک میباشد، چون که در داخل بازار دکان های آشخانه ها هم هستند. احتمال آنها از بالون های گازی هم استفاده میکنند در تهیه غذا و احتمال ترکش های مثلا همین بالون های گازی هست. از این نقطه نظر از شهروندان دعوت میکنیم که نزدیک نشوند و خلال نرسانند تا که آتش نشان ها کاری خودشان را درست انجام دهند. علنگه آتش بسیار بلند به نظر می رسد. خدا کند که هرچی زودتر آتش نشان ها موفق شوند به خاموش کردن علنگه آتش. آدمان بسیار جمع شدند. صاحبکاران هر کس کوشش میکند که بارش را بیرون آورد، ولی اونجا خطر دارد. در این وقت احتمالی دزدیدن هم هست، احتمالی شدت گرفتن آتش هست، یعنی پیشگویی نشونده است حالت. و از این خاطر باری دیگر از شهروندان دعوت میکنیم که از احتیاطکاری کار بگیرند. ما میبینیم که بعضی صاحبکاران حدالامکان باری خودشان از دکانها بیرون میکنند، با ماشین ها بار کرده ایستادند، ولی همزمان علنگه آتش خاموش نشده ایستاده است، کم شده است ولی به آخر نرسیده است. ماشین های بسیاری هم حاضر شدند. من فکر میکنم از صاحبکاران هست، شاهدان هست، آدمان بسیاری کوشش ثبت جریان رو با طریق تلفن دارند، ولی نزدیک شدن به محل حادثه کاری چندان توصیه می شدنی نیست، چون که کارمندان مقامات حفظی حقوق آتش نشان ها به تکرار خواهش کرده ایستادند که به فعالیت اونها خلل وارد نکنند.